کنسرت پیام خود داره مشخص از طرف ما که در چنین شرایط، در چنین فضای ما باید یک جا شویم. به خصوص زنان که نیم بدنی از این سرزمین تشکیل میتن و متاسفانه آسیب پذیرتر هستند. شرایط و فضا طور است که ما باید در کنار هم گرد بیاییم و از همدیگر حمایت کسی که از این سرزمین هستم تشویش خود داریم و البته این برنامه ما به می دلیل است که ما چشم در چشم خانمایی که در اینجا حضور دارن که از جامعه مدنی هستن، دخترها و خانمای روشن هستن که ما این پیام برسانیم که در هیچ شرایط ما عقب نشینی نمی کنیم، هستیم، همیشه حضور داریم و حضور ما را به هیچ صورت نمیتونن کم رنگ گیرن. کسایی که جنگ به وجود آوردن و ختم نمیکنن و میکشن بیگناه را این است که جنگ غیر از این که نفرت ما را نسبت به شما بیشتر میکنه هیچ کار دیگه نمیکنه. اگر در دفاع از افغانستان باشه تک تکی مردم استعداد هستند و شمول زنا که نیم پیکر از این جامعه است. حرف ما درست است؟ بنان به این خاطر رو در رو، چشم بر چشم خواستم که در حضور شما حاضر شوم و حرفای دل خدا برای شما عزیزا بگویم. خانه دشمن بسوزد همگی با هم بسوزد، خانه دشمن بسوزد دشمنی میهن خب می‌فهمیم در روزهای اخیر مردم بسیار فضای بعد تراژدی آمد و اما داغدار هستیم. ما به یک نحوه منعیسه هنرمندای با اصالت کشور می‌خوایم در این جریان به یک نحوه اشتراک داشته باشیم توسط آهنگای خود، پیامایی که داریم برای مردم عزیز ما و برای کسایی که در مقابل این ملت با انگیزه ایستاده هستند نمیتونن که امی دستاوردهایی که در 20 سال گذشته شکل گرفته را از بین برن و در آهنگای ما، اشعار ما کلش آهنگای پیام داره برای مردم ما و برای دشمنای یا برای مخالفینی که بیاین امروز ما صلح کنند. هیچ راهی نداریم غیر از اینکه ما باید دست به دست هم بدیم و این صلح در کشور بیاریم. در تو چشم وحشی یک چهره این کنسرت به خاطر دستاوردهای زناست که در 2 دهه چقدر زحمت کشیدن و ما از طریق کمری شما میخوایم بگویم به گوش مسئولین برسانم که ما از تمامشان میخوایم که نقش داشته باشیم در گفتگوهای صلح و میخوایم که امی دستاوردهایی را که ما کردیم نادیده گرفته نشه که با آمدن طالبا بر ما اهمیت ارزش قائل نباشه. دختری مشرق زمینم از چی میباید کفن پوش در شباب زندگانی باید حق و حقوق ما مد نظر گرفته شد. مثلا امیال هم بسیاری از مردم از بی دخترها را یا می خانم‌ها را ننگ میشمارن، بیرون اجازهشان نمیتن که از خود فعالیت‌هایی را به نشان بدن یا امی استعدادهایی را که دارن از خود نشان بده. باید همین مد نظر گرفته شد.
از قدیم